شرکت نقلیاتی آزین اکسپرس در صفحه‌اش در اینستاگرام خبر داد که از 2 ایون سال 2022 خط سیر نو دوشنبه مسکو دوشنبه رو براه میماند. مسافران می توانند از ترمینال بین المللی شهر دوشنبه با اتوبوس های زمانوی و براحت و نرخ دسترس به مسکو سفر نمایند. در این برابر شما امکان دارید که از شهر مسکو با همین خط سیر به دوشنبه برگردید. معلومات دقیق را با تلفن 1616 گرفتن می توانید. گفته می شود در اطلاعیه نشر شده آزین اکسپرس بنا به اطلاع دریافتی نرخ سفر حدود 1000 سومونی را تشکیل خواهد داد، ولی تنها آنهایی می توانند با این اتوبوس‌ها به روسیه سفر کنند که حق عبور مرز زمینی آن کشور را داشته باشند. روسیه در پی فرو نشستن پاندمی کرونا ویروس مرزهای هوایی‌اش را به بسیار کشورها از جمله برای شهروندان تاجیکستان باز کرد، ولی عبور مرزهای زمینی آن کشور با محدودیت صورت میگیرد. آزین اکسپرس در اعلانش میگوید سفرها از دوشنبه به مسکو با اتوبوس‌های مجهز با کندیسنر و کرسی‌های تکیه‌دار صورت میگیرد و مسافران می توانند در جریان سفر طولانی براحت خواب و استراحت کنند. برای طفلان خردسال در جای نشستشان راحت کرسی کودکانه گذاشته شده. روز اول سفر به مسافران ساندویچ نیز وعده دادند. همین طور مسافران با خود می توانند بی پول تا 15 کیلو باگاژ دستی و در عموم 25 کیلو باگاژ برند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا قریب نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای مردکاری به خارج و اساساً به روسیه می روند، ولی برای بسیاری ها به سبب گرانیش خریدن چپته هواپیما مشکل است. بهار سال 2021 نرخ یک چپته از دوشنبه تا مسکو تا به $1500 رسیده بود. حالا نرخ‌ها خیلی پایین رفتند، ولی همچنان برای قسم مردم گران باقی میمانند. این قسم مردم هر سال امیدوارند که روسیه مرزهای زمینیش را نیز می‌گشاید و آنها می‌توانند با نرخ‌های نسبت به هواپیما ارزان‌تر با قطار راه آهن یا با اتوبوس و ماشین خود را به روسیه برسانند.